فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی در مورد دوباره یک از آداب‌های نماز پرسیدن که سوالشون این است که آیا قنوت نماز صبح درست است یا نه؟ بفرمایید. قنوت نماز صبح است و حتی در دیگر نمازها هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در صحیحین، سنن ابو داود، سنن نسائی و غیر کتاب‌های حدیث با سندهای صحیح ثابت است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. اما آنچه مورد اشکال هست در مسئله موضوع همیشگی به قنوت صبح است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیامده و یکی از صحابه کرام هم یعنی همیشه پابندی همیشگی به قنوت نماز جزئی از بدعت ها شمار کردن و او یعنی تأویل حکم او صحابی رضی الله تعالی عنه ای هست که مطلب او اصل قنوت نیست، چون اصل قنوت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ثابت است، بلکه مرادشان غالبا دوام و همیشگی به آن چیز که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تنها در حالات ضرورت و در حالات خاصی انجام میداد و حالاتی بود که مسلمان ها در مشکل گرفتار می بودند و آفت بالای مسلمان ها می آمد و در نماز صبح بیشتر خواندن و در دیگر نمازها هم خواندن. در نماز صبح بیشتر بوده که مثلا یک ماه مسلسل در نماز صبح بعد از حادثه بیر معونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز صبح قنوت نازله خواندن و همچنین در اول هجرت برای که صحابه کرام که در اونجا در حبس مشرکین قریش مانده بودند برای از آنها دعا میکردن و در قنوت نازله. اما این تنها در نماز صبح نبوده بلکه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در دیگر نمازها هم ثابت هست و منحصر به حالاتی که نوازل گفته می شود، یعنی مصیبت ها و آفت ها و حالات تاریکی که به امت اسلام رخ می دهد.